Blacklist Clan Badik ایدوف ما ایت بخشش میپرسم ایدوف آخرون بارای که نمتا عربی ما مشنوی آخرون بار میبخشی Best Rap Stars Records عشقی ما 5 ساله بود بعدی پسا شو کدک داد زدم گریه کدم جگرام خون کدک 1 سال 3 ماهه که بعدی تویش پسی سر شید اید بود گفتم خبر گیرم یک بارا پرسم بخشیش برای که گریه میکدا چطرهای که خواستگاری بعد یک چی دروغ داری راست بگو مردک باری راست شب بگم گفرایی که گفتم یه بار سنجمش بعدی سنجیدم باور که قدی چک از قپیدم رجای ما کسی میشید کار ما کدم میکد بعد بینامد غریب های غریبی رفته در کد روزی توی دوتا شانه را بگیری خوردم دوشنبه کد اخم نپرتافتم نکی نموردم مرا حتی مر قبول نکد دل را با خوینه آدم برآوردکم گفتک دخته ده خویای خلاص 1 سال 3 ماه گذشت من رفتم خانه‌اش فقط یک گپ قپیده همه بدای باوناش سببگاری همش تی 1000 برو چطرایی که گفتم نکی نکدی عشقی ما گپای من در نظرت افسانه بود 1 سال و 3 ماهش از زندگی مصایب کودک نشیدم مصابای شوهر شتامنم بس بالای تمر عذاب نته برای خودت بره رهی ما و تو جدا شید خب راست که ما گناهگار باشم میبخشی مرا ما ایت بخشش میپرسم برای مرا نقص دیدای قطعی بدی غم دیدی به ما بدادم غم دیدای ما ایت بخشش میپرسم ببخش اگر تانی مرا من نامرد بدم اگه خدا گیره جانی مرا ما ایت بخشش میپرسم بخششی مرا قبول که ایتا کچه توی دمورد بیو جسد چگور که بعدی رفتنت بند زده مرا خوردم پوسیدم اصلا گناهگار توی نکی ما بخشش پرسیدم ای مردم نولای مرا پان کنین روی جهان بگن که ما میخوام خوشبخت شوم محرم راست که مزه بیتونستم بخت یافتی سزاوار تو حالیم همو بدای دل را بای خیانتگار مدام استی دوشنبه که ستا میبردارم قطعی یک عاشقی دیگه دردی دل